اگر ما بیچاره نبودیم و ندید بدید نبودیم و امام معصوم از نزدیک دیده بودیم و روحیه امام معصوم از نزدیک دیده بودیم و تعاطف و مهربانیشو دیده بودیم که به عظمت خودش سوگند یه سرما اگه ما بخوریم و نمیتونه تحمل کنه و این یه حرف سلیقه‌ای نیست. برای پیغمبر اکرم صریح قرآنه که عزیزون علیه ما عنتم. پیغمبر نمیتونه تحمل کنه به شما سختی برسه. شما دردتون بیاد او دردش میاد. شما به یه فشاری بیفتید او بیش از شما اذیت میشه. عزیزون علیه ما عنتم. بلکه باز در روایات صریحش هست، سلیقه‌ای نیست که فرمود نحن نمرض لمرضکم. شما بیمار بشید انگار ما بیمار شدیم درد میکشیم. شما سرتون درد بگیره ما هم سرمون درد میگیره. این صریح روایته. چند روایت هم هست. اگه برای شیعه بیچاره مثل من، چون اون روایات عامه برای ویژه ها نیست که فرمودن ما با بیماری شما بیمار میشیم، نگفتن با بیماری سلمان و ابوذر و مقداد، نه، با همین کاشانی نصف نیمه بیچاره یه شعار تشیع میده برای منم دلش میسوزه، چه برسه برای شما.